سلام و درود به شما دوستان عزیز و هموطنان گرامی. امیدوار هستم در هر گوشه و کنار این جهان هستید موفق و صحتمند و سلامت باشین. عزیزای دل خوش آمدید به برنامه خودتان. دوستان گرامی، هموطنان نازنین، و مخاطب ما رسانه های چینل یوتیوب هستند. اکثر رسانه ها نوشته کردند که رهبر معظم انقلاب اسلامی برگه های سرشماری را یک ساله تمدید کرد. آیا این حقیقت داره یا نداره؟ لطفاً به سوالم پاسخ بدین. چرا با این عنوان ها و چرا با این تمثیل ها ما وطندارای خود را سرگردان و نگران کنیم؟ چرا واقعیت را نگوییم؟ آیا ما به خاطر یک لایک بیاییم تمامی وطندارای خود را نگران و دلشان را علکی خوش کنیم و از برنامه های زندگیشان بندازیم بهتر است یا نه؟ شما اگر در گوگل سرچ کنید، همین لحظه برید در گوگل سرچ کنید که آیا برگه های سرشماری تمدید شده، هم عنوان ها همه میگه که خبر خوش، رهبر معظم انقلاب اسلامی برگه های سرشماری را یک ساله تمدید کرد. آیا این حقیقت داره یا نداره؟ دوستان عزیز، وطندارای نازنین و یوتیوبرهای وطنیم، سعی کنید واقعیت ها را دقیق منتشر کنید. چیزی که واقعیت نداشته باشه نشر نکنید، به خاطر از که آدم ها و مهاجرین ما عزیز ما سرگردان می شود، علاف می شود، از کارشان میزنه، از برنامه هایشان میزنه. واقعا که ما بریم یک معلومات دقیق تر بگیریم که اگر تمدید شده خود ما حضوری اینو تمدید کنیم. شخصا من خودم رفتم به دفتر اتباع که رهبر گفته یک ساله برگه تمدید شده، آیا واقعیت داره یا نداره؟ ولی اونا گفت کاملا شایعه هسته. بنابراین همه چی بر روال عادی پیش می رود و مهلت دریافت نوبتدهی هم تا تاریخ 17/3/1404 می باشند. پس مهاجرین عزیز، اتباع گرامی، وطندارای عزیز، ساید نوبتدهی باز هستند دیگه. میتونید از سایت نوبت بگیرید، میتونید از دفتر کفالت نوبت بگیرید و هنوز هم جریان داره برنامه نوبتدهی و برگه خروج. برای فعلا خدای یار و نگهدارتان. شب و روزتان خوش. عزیزای